فرمودید که 5 سال اول رو کار نمی‌کنید. چرا بیخیال نمیشی دیگه؟ چه جوری باید بگه نه؟ خیر. دنبال اینه هر جوری شده از زیر زبونش بکشه که 5 سال اول میخوام برم سر کار. پول زور بده، پول. دختره چرا نگاهش به سقفه؟ دنبال راه فراره. یه کانال آپارات به اسم هامین مدیا اومده یه بلایند دیت گذاشته، ولی خب خیلی فرق میکنه با بلایند دیتی که دیدین. فرقش چیه؟ بلایند دیت مجازه و اسمش هم از جلسه خواستگاری. یعنی من حتی 1% هم به مغزم نمیرسید که یه همچین کانتنتی یه روز ببینم تو آپارات. بریم ببینیم چیکار کردن. خواستگاری نمادین ما الان شروع میشه. این خانم و آقای عزیزی که اینجا هستن با هم دیگه شروع میکنن به صحبت کردن و با هم آشنا میشن. بریم ببینیم چه اتفاقاتی میفته. میگن که خانوما مقدمن، اگه شما دوست دارید شما شروع کنید، اگر هم شما اومدی خواستگاری که شما میتونید شروع کنید. بسم الله الرحمن الرحیم. پسر شروع که اصلا وای نساد دختره بخواد حرف بزنه. علی مروتی هستم، 22 سالمه، فرزند اول خانواده‌ام و دانشجوی کارشناسی مهندس شیمی ام. بسم الله الرحمن الرحیم. فاطمه کریمی هستم، دانشجو رشته حسابداری دانشگاه سپاه، 20 سالمه، فرزند دوم خانواده. یک سوال تو ذهنمو درگیر کرده، این که هدفتون از پذیرفتن خواستگار و ازدواج چیه؟ چه پس زمینی داخل ذهنتون هست؟ بیکاری. این که چه مواردی رو میدونید، چه مواردی رو میدونید، چه برنامه‌ای برای زندگیتون دارید؟ ممنون میشم بگید. خب هدف از خواستگاری و ازدواج برای من به شخص اون تشکیل خانواده و اون حس آرامش است. این بنده خدا خودش نمیدونه الان واسه چی اینجاست. یک سوالی دارم. حق تقدم رو رعایت نکرد که هیچی، ترتیب هم اصلا براش مهم نیست، فقط خودش سوال میپرسه. یک سوالی دارم. من چون مهندسم سر کار به طور واضح همکار خانم هم دارم. توی زمانهای استراحتی که هستش اونجا وجود میاد یه چای با هم میخوریم، تا چه حد گفتگو بین ما برای شما به نظرتون مجازه؟ تو یعنی دختره بهت نگه خودت نمیدونی تا چه حد مجازه؟ حدو برا من مشخص کن. میگم تا چه حدی مجازه؟ بابا زود باش داره لخ میشه. آیا اگر تولدشون بشه این حد برای شما قابل قبوله که بنده هدیه بهشون بدم؟ تو فیسشو نگاه کن، خودت جوابتو میگیری. اول از همه نکته‌ای که هست شناخت طرف مقابلم، یعنی شناخت شما واسه من مهمه. حالا هر چقدر به نظر من اون اعتماد اطمینانم باشه، من به عنوان یه خانوم هیچ وقت قبول نمی‌کنم. شما با کار کردن همسرتون موافقی؟ خیر. کار کردن همسر رو من یک مرزی براش قائلم. اون مرزم خط قرمز منه اگه میخوای بدونی. تحصیل چی؟ اون خط قرمز پررنگ‌تر منه. اهل خرج کردنم هستین؟ اوه شروع شد. اهل خرج کردن هدفدار هستم. یعنی چی خرج کردن هدفدار؟ من یه اعتقاد مرده چرا داره بهش میخنده؟ دارید با همدیگه الان میرید به فرض، بعد ایشون یهو میگه 5 روز مونده به بهار، چاقال بادوم کیلو 2 میلیون گذاشته اونجا، میگه یه سیر چاقال بادوم بگی. الان میگی چی؟ این در راستای اهداف ما نیست؟ خیلی مثال مرتبطی زدی واقعا. من بهشون میگم شما چاقال بادوم رو من میخرم به شرطی که، ولی من اون پول رو کنار گذاشته بودم که برای شما یه انگشتر بگیرم. درد و نفرین. این روشو خیلی ساله فکر کنم تست نکردی ها. این روش گول زدن بچهای 4 ساله است. از مهد کودک به بعد دیگه جواب نمیده. درد و نفرین. آیا شما با راضی 2 میلیون شما نمیتونی انگشتر بگیری؟ 2 کیلو میگیریم؟ داری برام مسخره میگی؟ میگه 2 کیلو میگیریم. یک نکته جالب بود برام، اینجا شما گفتید اگه شغل اول نشد شغل دوم. اگه آقا این نیاز بهش دست داد که من نمیتونم با حالا یه حقوق مثال کارمندی خرج اون زندگی، حالا بچه‌مو یا حالا تامین اجاره خونه و خرید دیگر رو بدم، ایرادی نداره. بابت شغل دومم یه فکری داشته باشن. و حتی شغل سوم. حالا من یه سوال از شما بپرسم. بابا یه 2 تا سوالم بذار دختره بپرسه. یزید یک سوال دارم. مثلا بر فرض مثال یه آقا پسر میاد بگه من خونه دارم، ماشین دارم، یه شغلی هم دارم، فکر نمی کنم این آقا تو مضیقه مالی باشه که بخواد وارد شغل دوم بشه. ولی خب به قول شما که 22 ساله تو دانشجوی، فکر نمی کنم سرمایه‌ای هم داشته باشین. خیلی بد میگه بهش. فکر نمی کنم سرمایه‌ای داشته باشی. بد نمیخوره، به تیپت نمیخوره. پسره داره نقاشی میکشه، نقطه بازیه.
حالا یه سوال دیگه هم در راستای مسائل اقتصادی بریم جلوتر بپرسیم. در مورد اینکه سال اول زندگی با هم کار کنیم، بسازیم، توافق کردیم. با کی توافق کردی دقیقاً؟ من توافقی ندیدم از اول ویدیو. گفتن که مایل هستیم که اگه ببینیم نیازه، در پس صحبتاشون بود. در پس صحبتاشون بود. سال اول زندگی با توجه به اینکه هر دو سنمون پایینه و دو در رشته تحصیلی داریم، درس میخونیم، کارم میکنیم و میسازیم و به یه حدی میرسونیم. نه خودش داره میگه نه، طرف اونجا نشسته نفهمیده، بعد این خودش میگه نه، در پس صحبتاش من فهمیدم دوست داره کار کنه. فرمودید که 5 سال اول رو کار نمیکنید. چرا بیخیال نمیشی دیگه؟ چه جوری باید بگه نه؟ خیر. دنبال اینه هر جوری شده از زیر زبونش بکشه که 5 سال اول میخوام برم سر کار. دختره چرا نگاهش به سقفه دیگه؟ اسم میکنم دنبال راه فراره. استودیو هم شبیه اسکیپ روم درست کردن. این بنده خدا نمیدونه این دوتا با هم هماهنگن. اونجا اسکیپ روم، داستانش جلسه خواستگاریه. شما آیا مایل هستید و انجام میدید که 5 سال اول زندگی رو هزینه کنید؟ بابا ولش کن بدبخت و قبول کن تو دیگه، بعد بری سر کار کنی، پول در بیاری، خرجتو بدی. تا پول 5 سال رو از دختره در نیاره نمیذاره بره بیرون، جلو در میخوابه. پول زور بده، پول. خیر. یه سوال برای زندگی مشترکتون که حالا میخواید ازدواج کنید، یعنی این مبنا رو گذاشتید که 100% همسر آیندهتون بره سر کار؟ نه. 35 دقیقه است من دارم ویدیو میبینم، تو هیچ دغدغه‌ای جز 5 سال کار کردن همسرت نداشتی. خب واسه چی میگی نه؟ نه من اصلا برام مهم نیست این چیزا. من در پس حرفای شما فهمیدم شما خود دوست داری کار کنی. پس چرا این سوال براتون مهمه؟ من سوال برام مهمه که بدونم طرف مقابل چقدر در تصمیمش محکم ایستاده. این تصمیم میخوام بدونم بر مبنای گفتمان این ور اون ور بوده، پدر و مادر بوده که برو ازدواج کن اینا. چون ببخشید میگم مختص خانم ها هست تقریبا این قضیه. سوال این که آقا گفتن برای کار کردن، من خودم پرستارم، یعنی شغل دومم پرستاریه. داری برام مسخره میگی؟ مهمترین چیز واسه من احترام گذاشتن به نظر منه که طرف مقابلم برام احترام بذاره که مثلا من نظرم اینه که الان برم یا نرم. چرا من اینو تا آخر نگاه کردم واقعا؟ پارتای بعدیشو نسازیم به نظر من. پارت 2 داره دیگه، 3 اومده بیرون یا نه نمیدونم. من دارم میرم، خداحافظ.